ببین در مورد مدیتیشن و نماز و اینا شاید برات سوال بشه، بگی مثلا خب نماز به چه دردی میخوره یا مدیتیشن به چه دردی میخوره، این حالت ها اصلا کلا واسه چیه. ببین خیلی ساده و کوتاه بخوام بگم، کلا میدونی برای چیه؟ کلا واسه اینه که توی عالم ماده خداوند به شما یه آپشن داده به اسم کالبد ذهن. این کالبد ذهن یه حالتی داره اگه نتونی کنترلش کنی به کنترل درت میاره. کل این داستان هم فلسفهش اینه که تو بتونی ذهنت رو به کنترل در بیاری. نه به دین ربط داره، نه به مذهب، نه به بوداییسم، نه به هند و ایران و اعراب و به هیچی ربطی نداره. کل داستان اینه که آقا یه ذهن داری شما در عالم ماده، اگه نتونی اون ذهن رو کنترل کنی اون تو رو کنترل میکنه و در این صورت چه اتفاقی میفته؟ نمیتونی اون زندگی که میخوای رو داشته باشی، میزنی به مسیرهای انحرافی، منحرف میشه از اون مسیری که برات تعیین شده. مثلا هر کسی در درون خودش نداهایی ازش از درون از اعماق وجودش براش میاد. خب هر کی میدونه باید چی کاره باشه. میگن هر کسی را بهر کاری ساختند. همینه، یعنی هر کسی خودش میدونه که چی کار است. میدونی چی میگم؟ ولی این جامعه و این حالت بیرونی و این حالت ذهنی که برای تو ایجاد میشه باعث میشه شما از اون چیزی که در حقیقت باید بری به سمتش منحرف میشی، میترسی، میفتی تو دام ماتریکس یا جامعه یا حالا همین سیستمی که در جهان الان داره حکمرانی میکنه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ از اون نداهای درونی که داره دائم برات میاد میگه داداش، خواهر من، برادر من، میگه فلان تو این کاره ای، باید بری این کار انجام بدی، اصلا تو آفریده شدی بری این کار. و جالب اینجاست که فقط هم خودت میدونی که اون کار چیه و اون کارها چیه در حقیقت باید انجام بدی و میدونی اگه این رو شما بری و پیشو بگیری موفق خواهی شد. اینم میدونی، در درون خودت همه اینو میدونن. هر کسی شغل خودش، کار خودش رو کامل میدونه، استعدادهای خودشون. خودت فقط خودتو کامل میشناسی، کسی تو رو نمیشناسه. بقیه فقط اکت ها و رفتارهای تو رو دیدن، ولی در درون خودت فقط خودت مستقر بودی. بنابراین میترسی، از مسیر دور میشی. نماز، مدیتیشن، اینا باعث میشه شما چیکار کنی؟ باعث میشه شما حالا دعا، نمیدونم همه این کارا، دعا کردن، هر کاری که به معنویات بستگی داره رفیق. معنویات یعنی همین، معنویات یعنی تو کنترل کنی ذهنتو، کلا همین. نه نمیدونم ادا و اطفار و تزویر و اینجور چیزا نیستش رفیق. نمیدونم دین و مذهب و فرهنگ و کشور و نژاد و اینجور چیزا هم نیستش. اینا همش اومده که آقا به تو بگی داداش تو اون ذهنه رو کنترل کن. حالا میخوای مدیتیشن کن، میخوای دعا کن، میخوای نماز بخون، میخوای برو کلیسا، میخوای برو یهودی شو، میخوای برو خانقاه صوفی شو، میخوای هر کاری بکنی، ولی این ذهن رو بگی دستت، همین. و بیشتر از این من ازت نمیخوام. اصلا آقا میخوای سجده نکنی، نکن. برو بشین 4 زانو مدیتیشن بزن، برو چشماتو ببند تو خودت، برو دعا کن. بخوای اون مسیحی میره زانو میزنه، اون یکی سجده میکنه مسلمونه، بودایی هم یا اونی که مثلا مدیتیشن انجام میده میاد حالا حالتهای خاص خودشو میگیره. اوکی، زیاد نباید این قضیه رو پیچیده و سخت کنید تو ذهنتون. همش همین آقا، ذهن کنترل. تا چه اتفاقی بیفته؟ فرکانست بیاد بالا. فرکانست میاد بالا، دقیقا همون کاری رو میکنی که برات تعیین شده، در درون میدونی باید چیکار کنی، همون کارو میکنی، کار دیگه ای انجام نمیدی. پس همون کار رو انجام بده. حالا ببین، اولین مرحله و اولین استپ، اولین پله‌ای که باید توی زندگیت برای رفتن به سمت اون ندای درونیت برداری، اولین قدم میدونی چیه؟ اولین قدم اینه که ذهن کنترل بشه، تو منحرف نشی در این مسیر و رفتن این پله به سمت بالا. همین ذهن رو کنترل کن، اون کاری که اون چیزی که میخوای میشی به مرور زمان. حالا بعدش دیگه باز میرسیم به صبر. میگه آقا صبر کن، صبر کنید، باید صبر کنید تا اون به اصطلاح بذری که تو میکاری بیاد بالا و حالا بهت گل بده یا میوه بده. مثلا این واقعی خیلی راحته، زندگی کردن خیلی راحته الان، ولی ذهن‌ها در اختیار سیستم گلوبالیستا، سیستم جهانیه. اونا دارن کنترل میکنن ذهن‌ها رو و سال‌هاست برنامه‌های سنگین ریختن، الان هم نتیجه خوبی گرفتن. دارن قشنگ ذهن‌ها رو کنترل میکنن. ذهن‌ها رو کنترل میکنن یعنی چی؟ یعنی مثلا چجوری الان یکی مثلا حرفای منو میشنوه، سری میاد منو دیس میکنه، یا
برو بابا فلان بیسار اینا، اصلا فکری نمیکنه. این همون چیزیه که اونا میخواستن بشه. اصلا انسانی که فکر نمیکنه، انسانی که تفکر درستی نداره، عمل درستی نداره، نه فکر کرده این شخص مثلا میاد هیت میدن. آقا الان تو این استا میبینی هیت شده همش، طرف میاد هیت میده. این شخص یعنی چی؟ یعنی نه فکر تونسته بکنه نه عمل درستی کرده، اومده 4 تا فوش هم نوشته مزیر که این اثرش همیشه هست و اون چیزیه که اونا میخواستن ازش و اینم دقیقا همون چیزی شده که اونا میخوان. تمام. کل داستان بچه‌ها این حالت ها و خلسه و نمیدونم برون فکنی و نمیدونم مشاهده گری و نماز و روزه و داستان اینه. ذهن کنترل، اون وقت جهان هستی هر چیزی که بخوای بهت میده، چون همون چیزی که چون میدونی ازش قشنگ چی میخوای، میدونی باید چه کاره بشی، اونم بهت میده دیگه. چون سختش میکنی.